یکان بار بشینین تلاوت قرآن که کردی لحظات بشین تنها بوده باشی، پس بگو که خدایا مرا خو انسان پیدا کردی و تشکر از تو میکنم که انسان پیدا کردی. مرا مسلمان پیدا کردی یا الله، تشکر از تو میکنم که مرا مسلمان پیدا کردی. پروردگار تو خوبتر مرا میبینی و خوبتر مرا مشناسی، از ما کده بر حالم تو عالم هستی. خدایا او چیزی که من توان تحملش ندارم، پروردگار مرا با او امتحان نکو. خدایا یکی از او چیزایی که سبب انحراف و سستی و مشکل می شود همین ضعف اقتصادی ما است. یا الله مرا به این امتحان نکو. خدایا از تو رزق وسیع می خواهم، خدایا از تو خلاصی و روان کار خودم می خواهم، از تو یا الله برکت در کار خود می خواهم. بیده تنها به الله بشینین و به الله تان مراجعه بکنین و بار بار بگن که خدایا تو ذاتی هستی که در زیر زمین به کرم نان میدی، تو ذاتی هستی که در پرنده ها در آسمان میگردد هیچ کس برش ذخیره جور نکرده، یا الله به او رزق میدی. در قعر آب به ماهی رزق میدی، در سر زمین به سگ و به گرگ و به حیوانات نان میدی. اشرف ترین مخلوقات هستم، من نان نمیدی؟ قطعا مرا نان میدی، ولی خدایا مرا به ضعف به فقر ابتلا نکن. اللهم اینی اعوذ بک من الفقر، خدایا به تو پناه میگیرم از اینکه فقیر باشم، درمانده باشم. الله اصرار بکنین، از الله کمک بخواین، بعد اعتماد به الله بکن. آنچه که برای تو داده شده است در او خیرت است. جز و فضا نکنی، در هر مرحله که هستی شکایت به الله بکن، به مخلوق نکنی، دروازه های مخلوق دق الباب نکن، همینشه دروازه الله دق الباب بکن و در حین حالتش تنبلی را از خود دور بکن.